جوان در مکه مکرمه نزد شیخ شنقیطی آمد. از او درخواست کرد که از یکی از دوستانش کمک و یاری جوید تا برای وی نزد یکی از شرکتداران میانه روی کند که او برای پیدا کردن کار دلخواه پیشنهاد میکند و تمنا دارد که قبول کرده شود، زیرا او برای کار نیازمند سخت می باشد، چون که خانه‌دار شدن و نفقه دادن می خواهد. شیخ باشد او را دلپور کرده و برایش پیدا نمودن واسطه کلانی را وعده داد. و شیخ شنقیطی چون عادتی پیشترش در سه آخر شب بعد نماز تهجد بر دعا کردن برای همین جوان شروع نموده و گریه کنان می گفت: خدایا جوان را صاحب جای کار نصیب بگردان که او را بر دشواری ها و سختی های روزگار کمک و یاری دهد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو براستی که من نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند باشد که راه یابند. و روز دیگر جوان نزد شیخ شنقیطی آمده و او را پرسید که آیا با یگان شخص همچون واسطه برای آسان کردن دسترسی به کار مصلحت کردی؟ شیخ به او گفت: برایت واسطه و میانه روی بزرگ پیدا کردم، آرام و مطمئن باش. پس جوان شیخ را پرسید: آیا خودت با او درباره کار صحبت کردی؟ شیخ شنقیطی گفت: البته. شیخ را جوان باز پرسید: همان کلانی که برای من میانه رو و واسطه خواهد شد کیست؟ شیخ شنقیطی گفت: میانه رو و واسطه الله است. پس جوان خشمناک شده گفت: من به تو میانه رو میگویم و تو باشی به من الله میگویی؟ سپس شیخ شنقیطی به نهایت خشمگین شده و گریه کرد، زیرا جوان به سبب ناباوریش به خدای تعالی معنای سخنی او را نفهمید. پس مدت جوان غمگین شده و از آنچه به شیخ گفت پشیمان گردید. پس جوان به خود آمد و از کاری کردهش توبه کرد و از شیخ عذر پرسید و دعا کردن گرفت و به خدای تعالی پناه برده و به او تکیه کرد. پس برای امتحان سپاریدن روان شد و امتحان برای 2 کار بود که در 2 جای علاهیده سپرده می شد. جوان از امتحان جای اول نگذشت و ناکام گردید، اما با وجود آن دل شکستن نگردیده و امید و آرزویش را از خدای تعالی قطع نکرد. سپس جوان در حال برای امتحان سپاریدن به جای دوم رفت. در آنجا یکی از دوستانش را پیدا نمود که در آنجا نشسته بود و همان دوستش صاحب شرکت بود و جوان را خوب می شناخت. سپس با او گفت: امکانیت های تو از اینکه یک کارگر عادی باشی بسیارترند و من باشم تو را جانشین خودم اختیار کردم. جوان آنچه را شنید باور نکرد، زیرا آنچه را که آرزو و تمنا داشت این بود که در آن شرکت همچون کارگر عادی فعالیت نماید. به همین سبب جوان به نزد شیخ شنقیطی برگشت و خوشحال و خرسندانه با او گفت: بله ای شیخ بزرگوار، الله بهترین میانه رو و واسطه است برای کسی که برای تکیه و توکل صادقانه کند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و هر کس که از الله بترسد الله راه نجات برای قرار می دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد. و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است. بیگمان الله فرمان خود را انجام می دهد. یقینا الله برای هر چیز اندازه قرار داده است.